سلام رفقا، یوتیوب هستم. اومدیم با آنباکس 2 پک آیکونز. بالاخره این پک هم گیر من اومد، بخوایم با هم آنباکسشون کنیم. پک اول پک اریک کانتونا، پک دوم پک پله که البته من آسانسور رو بیشتر ترجیح میدم. اول از پک اریک کانتونا شروع میکنیم. پک اریک کانتونا آیکونز، بریم اول آیکونزمونم بزنیم. آیکونز 2026 بس مومنت آرژانتین، یعنی میتونه مسی باشه. بس مومنت آرژانتینه، چی میتونه باشه؟ یعنی الان اول زیری اوه یه برشور اینجا برچسب اوه یا خدا. راکستار یوهان کرایوف، بلانک اند میشل پلاتینی. اما این خیلی داره من اذیت میکنه اینجا، این باشه آخر. خب اولین که وانتد گاوی، یعنی کمیاب ترین کارت های 2026 وانتدن. ارگام رود گولیت. اما کی میتونه باشه؟ لیونل مسی بس مومنت. برگام باورم نمیشه، عجب پکی بودیم. هرچی باش میریم با آسانسور ادامه میدیم. توهین نمی کنم به پله فنا. بازم بس مومنت آلمان این دفعه. کیه؟ فکر کنم لاوتارو ماتیوس چیزی باشه. اول با برچسبا شروع کنیم. برچسب ترانسفر مارکت مارسلو، برچسب رافائل واران اند برچسب نیکو ویلیامز. برشور کیملی هم که اینجاست. اینیستا، کارت ادونس اینیستا، رویال پاولو روسی و بس مومنت فیلیپ لام. بریم یه دار کارت رو نگاه کنیم. از اول رود گولیت، اینیستا، رویال روسی، بس مومنت فیلیپ لام، بس مومنت مسی، وانتد گاوی. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. لایک و سابم فراموش نشه. شانس منم این زیر کامنت کنین. تا ویدیو بعدی خودم.